دادستانی کل روسیه گفت که از روی حادثه حمله به سیستم اطلاعات ایرفلات که عظیمترین شرکت هوایی این کشور دانسته می شود پرونده جنایی باز شده است. ولی دادستانی از نشر اطلاع دیگر خودداری نمود. از این پیش رخنگران دو گروه گفتند عملیات آمادگی آنها به حمله تخمینا 1 سال دوام داشت. شرکت‌های رخنگران سایلنت گرو و کیبر پارتیزان ادعا کردند که توانستند به شبکه عمومی شرکت عظیمترین هوایی روسیه وارد شده به معلومات فراوان پروازهای مشتریها، نظام نظارت از کار کارمندان شرکت و ثبت گفتگوهای تلفنی داخلی این مؤسسه دسترسی پیدا کنند. خود ایرفلات هنوز این ادعاها را شرح نمی‌دهد. شرکت از مسافران درخواست نمود که در فرودگاه شرمیتوو برای بازپس گرفتن بار و بغاجشان مراجعت کنند و مسافرانی که بارشان را بازپس گرفتند برای پیشگیری از تنبشوی باید بینای فرودگاه را خالی کنند. ایرفلات پروازها به سمت یکاترینبورگ، چلیابینسک، ستاوروپول، مینرالنی وودی، سنت پترزبورگ، اینچنین مینسک و یریون را بیکار کرده است. تا نصف روزی ایرفلات از بیکار شدن 49 پرواز خبر داد. ایرفلات گروه کلانترین خدمات هوایی روسیه بوده. شرکت‌های ایرفلات روسیه و پبیدا به آن داخل می‌شوند. کامرسانت نوشته است از سال 2024 شرکت‌های گروه ایرفلات برای بیش از 55,000 مسافر خدمت کردند. سهمش در بازار روسیه بیش از 42% را تشکیل داده است.